سلام آقا. درست تو بحبوحه گرد و خاک اکبر کوسه به ناگهان سر کله خامنه پیدا شد. سید علی باپور این دفعه شمخالخالی یعنی دبیر شورای امنیت عالی نظامو نشوند کنارش و شروع کرد به روزخونی واسه امنیت نظام. همه گفتن لابد میخواد بزنه به تیپ و تاپ کوسه، اما تو عمل معلوم شد اون پشت مشتای خبرهای دیگه ایه. امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است. به این میگن روزه وحشت، اونم در جمعی جهاد. یعنی دیگه جایی نمونده که ازش اسم ببره و تهدید امنیتی نداشته باشه. خدا وکیلی این ولی فقیه پیزوری از این بهتر میتونست به وضعیت انفجاری جامعه اشاره کنه. ابعاد اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و روانی و اخلاقی امنیت یعنی چی؟ یعنی بابا ملت گرسنن، لشکر بیکارا گوش به زنگه، انبار بارود داره منفجر میشه. ایشان با اشاره به فعالیت‌های مختلف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کردند انجام صحیح نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن فضای 100% انقلابی در این نهاد است، زیرا اگر جهتگیری‌های زاویه دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأثیرگذار شود، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. آقا یه بوهای مشکوک داره به مشام میرسه ها. میگه باید فضای دبیرخانه 100% انقلابی باشه. میگه جهتگیری زاویه دار نداریم. این یعنی چی؟ یعنی شکاف تا دم و دستگاه امنیتی نظام رفته. یعنی شورای عالی امنیت نظام نگو، آبکش بگو. یعنی وضعیت انفجاری جامعه زده سیستم امنیتی نظام آشولاش کرده. نگاه کنید این مسائل تکرار شونده در فرمایشات امام رو پیدا کنید. مبانی انقلاب ایناست. حالا اگر کسی آمد فرض کنید برخلاف یکی از این خطوط حرف زد، خب این هندسه رو یا نمیفهمه یا تعمداً عوض میکنه. اینه. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد. آها، تازه اینجا رسید به تسبیح حساب نیمبند با اکبر کوسه. بهش میگه تو هندسه نظامو خط خطی کردی. میگه تو از همون اولم دنبال غربیا بودی، از همون اول دلت با ولایت نبود. بعدم دوباره برمیگرده به بدبختی امنیتی و یادآوری این که باید دبیرخانه انقلابی باشه، یعنی ولایی باشه. من خیلی اهمیت میدم به این که در دبیرخانه تفکر انقلابی حاکم باشه. این تفکر صحیح و قوی و خالص و حزب اللهی انقلابی این باید حاکم باشه. همه اینا نشون دهنده اینه که بحرانای نظام داره روز به روز حادتر میشه و از درون میزنه دم و دستگاه ولایت رو داغون میکنه. وقتی خامنه شمخالخالی رو صدا میکنه و فیلمشو از تیویش پخش میکنه، معنیش اینه که کار خیلی بیخ پیدا کرده و نتونسته تو اندرونی قضیه رو حل کنه. حالا باید منتظر موند و باقی ماجرا رو دنبال کرد.